جمعخان سفرов هر شهر شما را به مناسبت این عنوان بلند شایسته صنعت جمهوری تاجیکستان که حکومت امروزه قانونی خدمت‌های شایان شما را به انعامت گرفته سزاوار گردانده است. از سپیدید از نام بلند از نام کلکتیو قریب 5000 نفره عالمان دانشجویان و اگر مقبول باشد از نام زیایان شهر کلاب از سپیدید تبریک گویم و شما عمری دراز صحتی و سلامتی پروازهای نوی ایجادی آرزو نمایید. برادران عزیز این لحظه را لحظه تبریکی را استفاده بردن. من یکی از شخصان باورینام که نامزد و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی شریف رحمانوف یک دو سخن گفتن میخواهم. امروز در وضعیت بسیار مرکب و مسئولیتناک حیات بسر برده ایستاده است و همه ما و شما در این معرکه عمومی خلقی شریک هستیم و همچون شهروندی تاجیکستان حق گرجدنی خود را باید 6 نوامبر با صداقت و سربلندانه اجرا نمودن و شرف این مرد دلیر شخصی که کفالت آینده صلح و صلاح در جمهوری ما حساب می شود یک دیلانه آواز دهیم. با تنتنه آماده می شدن از همون نشانه ها در دستشان دیدم و از من خواهش کردن که حتما یک دقیقه هم باشد سخن را با او بدهم برای به صحنه خیرالله طاهرov را میخوانم. جوانی که به نزدیکی با هیئت کلان حکومتی با سربری خوشمد رجب نظیرov و لطافت شامراد نصرالدینova و مملکت پاکستان سفر داشتند و خیلی تأثیرات زیادی نیز از آنجا آوردند. به واسطه روزنامه نوید کلاب و صدای کارگر این فکرها را انشا نموده بودند. سبحان بخیر جان. السلام علیکم میهمانان محترم. من گمان میکنم که تمام رشد و کمال فرهنگی که در ولایت ما رخ میدهد این فقط و فقط با شرافت شاد گردیدن روح بی‌زوال میر سعید علی حمدانی است که ما نویرگان وی مردم خلق زمین مقصد داشتیم که مقبره این پیر بزرگ آباد گردد. از نام خدمتگزاران درگاه میر سعید علی حمدانی با اجازت شما صاحب جشن‌ها را تبریک گفته یک تحفه ناچیز گرچنده در اصل ناچیز نمایند هم لیکن با فکرم بهترین تحفه باید که حسابیده شود با آنها تیار کردم و البته که این برادران و اپای محترم ما همه وقت در خدمت خلق هستند و به واسطه به زیارت بزرگوار میر سعید علی حمدانی آمدن میتوانند. من به هر کدامشان یک دسته کتاب و رسم همین بزرگوار سیمای بزرگوار را تحفه میکنم که هر سحر که از خواب خیستند زیارت بزرگوار حساب شود. با اجازت شما. تشکر خیرالله جان. عکس میر سعید علی حمدانی و ایجادیات بزرگوار در این کتاب ها انشا شده است. تماشاگران عزتمند، مخلصان نهایت گرامی، میدانم که همه به بزم طرب و بزم صوت و نوا آمده اید و البته به این یک تبریکات، به این یک سخنهای در دل بوده ما نمیتوانستیم این جمع را گذرانیم. تنتنه میدیدم از همون حالا خیال میکردم که در اینجا ششتن بسیار آسان است لیکن بسیار مشکل بوده است. من نمیدانم من این همراهای خود و فرزندای خود و خواهر و دادران خودم لیکن برای من بسیار مشکل بود. من چی گفتنی هستم؟ ما یک شخصانی که در زندگی برای رزق و برای کار بار اگر خدمت کرده باشیم شما که شخصا اول شما خلق عزیز و معتبر ما و خیش تباران عزیز وقتی غنیمت خود را در یک ندانسته در اینجا قدم رنجه کردین از نام خودم از نام این سه تن شما را و تمام اهل عائله آن را هزاران بار تشکر گفته در نزد شما فرق رو میارد.
اگر خدمتی نچندانه که مردم هنرمند در این 20 ساله ها برای خلق خود کرده باشد و او سزاوار حرمت و احترام و قدرشناسی حکومت جانجان عزیز ما باشد و خلق عزیز تاجیکستان باشد و امروز که همه مردمی که به تمام کارهای نگاهبین و سرحدنگاری خود را از آن جمله قربانجان و دیگرها رفیقان ما ماندند و به این تالار آمدند. اگر این خدمت باشد، من از نام این جوانها و از نام اهل هنری که در این اطراف ما هست و از نام خودم باز وعده میدهیم که اگر ضرور باشد فقط این دفعه ضرورت در آن باشد که در توی سور ما اشتراک کنیم و در او روزهای ماتمه که صدای کار مردم ما، صدای هنرمندی مردم ما باور کنیم در 2 سال تمام هنرمندی کلاهی پیر شدن. این جمعخانه بود که به همین رو برسد. آواز هنرمندی ما در ماتم فرزندان تاجیک ما پیر شدن. الا دیگر روزها نباشد و روزهای توی سور باشد. در خاندان همه شما خوشبختی، آرامی، تنجی آرزو میکنم و یک چیز را میگویم که هر کس به خود پای قدم دارد. در سال 1980 وقتی که با پای قدم ثریا قاسمова اولین مراتبه کلید عنوانهای حکومتی تاجیکستان بعد 24 سال محکم شده بود و با عنوان دادن ثریا قاسمova که سر شد، در بین از سال 80 تا امروز قریب به 15 18 20 عنوان رسید. ثریا شما را از صمیم قلب تبریک میگویم، فاطمه خان شما را تبریک میگویم، جمعه خان شما را و دیگر همه هنرمندانی که در این تالار به خدمت ما آمدند و اونها آرزو میکنند که همین روزهای نیک صاحب همه اوما باشند و سلامت باشند و از حکومت محلی، از ماموریت تئاتر، از ریاست فرهنگی ولایت علالخصوص از عبدالرحیم اسماعیلوف که بسیار سهم کلانی دارد که قریب تاریخ یاد ندارد که در بین 1 سال عالی کار نکردهش زیاده از 8-9 نفر هنرمند صاحب عنوان شدند. و همتون تشکر و همتون رحمت و همتون سلامتی در خاندان و در آسمانمون کنجی باشد. تشکر بسیار، ما بسیار منتظریم. شخصا از نام خودم و از نام همه اهل هنر علاوه برای آن تبریک میگویم که سروری کار فرهنگ، ساحه فرهنگ و علل خصوص هنر و هنرمندان کار نچندان آسان است. این را کسی کرده است و میداند. برای همه شما را مخصوصا تبریک میگویم.